سلام كمسك الختام. به نام خداوند بخشنده و مهربان. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درس امروزه حرف جیم می باشد. برای یافتن مخرج این حرف پیش از آن الف و فتحه می گذاریم. اج. مخرج حرف جیم این بین زبان و کام می باشد، یعنی بین زبان برداشته شده به کام می رسد و در نتیجه رسیدن زبان به کام آواز پیدا می شود. اج. حرف جیم با فتحه چنین خوانده می شود: ج. با کسره چنین: جی. با ضمه چنین: جو. لبها به پیش برآورده می شوند: جو. حرف جیم حرفی چهار شکله بوده، پیش از خودش و بعد از خودش به حرف دیگر پیوست می شود. حرف جیم در اول چنین نوشته می شود: از طرف راست به طرف چپ در زیرش یک نقطه به حرف بعد از خود پیوست می شود و در بین چنین نوشته می شود: از طرف راست به طرف چپ در زیرش یک نقطه به حرف پیش از خود و بعد از خود پیوست می شود. در آخر چنین نوشته می شود: از طرف راست به طرف چپ قسمش از خط می گذرد در زیرش یک نقطه به حرف پیش از خود پیوست می شود و در علاهیدگی چنین نوشته می شود: قسمش از خط می گذرد در زیرش یک نقطه است. حرف جیم از جمله حرف های قلقله می باشد. وقتی که با سکون می آید صدا می دهد. مثال: اج. بعد از رسیدن زبان به کام زبان را تیز از کام می گیریم. در این صورت قلقله به وجود می آید. اج. اکنون بیایید با هم مثال ها را می خوانیم. مثال اول: جیم فتحه میم سکون جم. مثال دیگر: جیم فتحه را سکون جر. مثال دیگر: جیم کسره نون سکون جین. مثال دیگر: جیم فتحه با فتحه لم سکون جبل. مثال دیگر: جیم فتحه میم فتحه لم سکون جمل. مثال دیگر: الف فتحه جیم سکون را ضمه اجرو. در اینجا حرف جیم حرف قلقله می باشد، صدا می دهد: اجرو. مثال دیگر: ف فتحه جیم سکون را ضمه فجرو. مثال دیگر: جیم فتحه واو سکون ح فتحه را سکون جوهر. مثال دیگر: جیم فتحه واو سکون را فتحه با سکون جورب. مثال دیگر: تا فتحه جیم فتحه واو سکون را فتحه با فتحه تجوربه. مثال دیگر: الف کسره سین سکون تا فتحه جیم سکون لم فتحه با فتحه استجلبه. و مثال آخر: یا فتحه سین سکون تا فتحه جیم لم کسره با ضمه یستجلبو. در اینجا حرف جیم حرف قلقله می باشد: یستجلبو. این بود پایان درس امروزه. وظیفه خانگی: قاعده، شکل‌ها و مثال‌های حرف جیم را در دفتر کاری خود بنویسید. سعی و کوشش کنید تا الفبای عربی را به آسانی آموخته به قرآن خوانی شروع کنید. در آخر دعا میکنیم که خداوند به شما آسان گرداند تا خواندن کتابش را تیزتر از خود کنید و این چنین دعا را در حق ما فراموش نکنید. و سلام بر آن شخصانی که راهی هدایت را پیش گرفتند.